دوستا میخوایم امروز طریق ایکارت کشیدن برای شما راهنمایی کنم. کسایی که خواستن ایکارت خود نقد کنن مین داخل حساب خود زوم کنین، روی خود حساب خود کلیک کنین. ما میم روی حساب کلیک میکنیم، پروسیت تو اکانت روی ازی میزنیم. زمانی که صفحه باز شد دوستا میخواین حساب خود پول نقد کنین. حالا ما فرض کن $600 نقد میکنیم. حالا اینجا میم روی 500 $1 500 میگیریم، یک تا هم 100 از اینجا میگیریم. فرض کنین میخوایم $600 نقد کنیم، بعد دو تا رو انتخاب کنیم، بعد مین روی اپدیت. زمانی که روی اپدیت زدین پس پروسیت کلیک میکنین. اول اپدیت بعد پروسیت میزنین، بعد منتظر میشینین که صفحه بعدی باز شد. زمانی که صفحه باز شد دوستان صفحه رو زوم میکنین، بعد مین اینجا این گزینه را تیک میکنین. بعد مین بازم روی پرست کلیک میکنین. بعد روی پروسیت کلیک کردین، بعد مین اینجا پس کانفرم میزنین. روی ایمیل آدرس کانفرم، اینجا اون کانفرم میزنین مستقیم. بعد اینجا مین کیو اکانت خود وارد میکنین. ما اینجا رمز خود وارد کردیم دوست. حالا میم روی پروسیت میزنیم. بعد صفحه باز میشه دوستا. ببینین اینجا ما $600 چی کردیم، $600 برداشت دادیم دیگه. پایینش $18 از ما فی گرفتن، فیس کمیشن گرفتن. درست است، $287 دیگه پس در حساب مونده. بعد مین روی نیو ستلمنت پایین کلیک میکنین. اینجا روی نیو ستلمنت کلیک کردین، منتظر میشینین تا صفحه بعدی به. پس دوستا شما را در این صفحه پس دوباره رای میکنه. پس در این صفحه که آمدین بازم مین روی مای ایکارت سمری کلیک میکنین. اینجا مین روی این نقطه مای ایکارت سمری. وقتی در این صفحه هستین بازم همه رمز کیو اکانت خود وارد میکنین، سابمیت میزنین. ما رمز خود وارد کردیم، حالا میزنیم روی سابمیت. دوستا اینجا این کارت ما کشیده شد. پس ما روی این نقطه چیکار میکنیم، کلیک میکنیم. روی کلیک کردیم این کارت های ما را نشان میده. بعد از اونجا میتونیم کپی کنیم. ما روی کلیک هم میکنیم. روی کلیک کردیم. حالا اینجا مقدار پول شما را که کشیدین اینجا نشان میده. شما باید اینی مقدار از اینجا کپی بگیرین. از اینجا نگاه، اینی مقدار باید شما کپی بگیرین. اینی مقدار دیگه زیاد کار نیست، فقط اینی مقدار کپی بگیرین و هر کدام شر تکی اول 100 بعد 200 کپی میکنین، باز استفاده میکنین یا به هر کی میخواین بفرستین، به کسایی که این کارتمون رو میخواین نقد کنن.